خب اینم یک صحنه زیبا در خیابان جلال آل احمد مشهد. این خانم رو میبینید دارن عرضم حضور شما که دختر خانم داره این کاش خانم رو رد میکنن. یک صحنه زشته که هیچ ماشینی بالکل اصلا راه نمیده متاسفانه. حالا من یکم دارم میرم جلوتر، ببینید ماشین اصلا راه نمیده و این بنده خدا از که اینجا منتظره که این آشخانه مرد کنه از خیابون. حالا اگه یکیتون یه ترمزی بزنه یکم یواشتر این بنده خدا رد چه ایرادی داره؟ بله راه نمیدم، مثل که خودم باید برم جلو.